خب پرسیدنیم تا استاد که همین نماز تراویح یک بار همین کوتاه کرده میفهموندین. نماز تراویح دربارش ما در یوتیوب کاملا یک نوارم هست دربارش پوره، ولی اگر الان فهمانید گفتید نماز تراویح 2 رکعت سنتی بامداد رو چخیل میخوانید، عیناً همین خیل 2 رکعت خوانده سلام دادن، 2 رکعت خوانده سلام دادن این سنتش است. یعنی پیامبر همین گونه خواندگی هستن. 8 رکعت اما خیلی دور دراز، 8 رکعت اما خیلی دور دراز. اما در زمان حضرت عمر، وقتی حضرت عمر میبینن که مردم از مسجد نمیروند، تمام شب در مسجد عبادت کرده ایستادن، حتی بعضی زنها شکایت میکنن، حضرت عمر میگن 20 رکعت نماز خونید و همگی به خانه هایتان روید که دیگر صحابه ها هم این را قبول میکنن. برای همین شما میتوانید در خانه تک و تنها پیامبر خواندگی هستند. 3 روز اول فقط در مسجد، بقیه رو در خانه خواندگی هستند. علاج مسجد رفته خواندن داشته باشید، این بهترین. هیچ چیز ترابیه که در مسجد است به اون برابر نیست. اما علاج مسجد روی نباشد، علل خصوص در وطن، پروردگار درهای مسجدها را برای زنها و برای کودکان هم در وطن ما باز شدن را الهو به زودی نزدیک کن. اگر نتوانید در خانه بخوانید، میتوانید 8 رکعت خوانید، میتوانید 20 رکعت خوانید. اگر مثلا 8 رکعت رو 2 رکعت خوانده، التحیات رو تا نصفش خوانده، بعد 2 رکعت خوانیدن میشود، یگان باکی نیست. اما بهترینش این است که مسنه 2 رکعت خوانده سلام دید، 2 رکعت خوانده سلام دید، 20 رکعت خوانید هم 8 رکعت خوانید هم. این یعنی به سنتی هم سنتی پیامبر است و هم 2 رکعت خوانده سلام داده، 2 رکعت خوانده سلام دادن برای شما یعنی کمی استراحت کرده، دعا کرده، باز قوی شده خسته نماز خواندنتون کمک میکند. یا 20 رکعت میخونید یا 8 رکعت. و در نماز تراویح علل خصوص چگونه خواندن آن خیلی مهم است، یعنی در رکوعتان، سجودتان، در قیامتان. بعد استاد جان می تسبیح تراویح میگن همیرم میفهموندین. تراویح یگان تسبیح مخصوص ندارد خواهر. تسبیح مخصوصی که در اکثریت مسجدها خوانده می شود یگان دلیل ندارد. آن تراویح یگان تسبیح مخصوص ندارد. 2 رکعت خوانده خواهید دعا میکنید، خواهید یگان کمی استراحت میکنید، باز دوام میدید. تسبیح مخصوص تراویح ندارد که بگید من تسبیحش رو نمیدونم تراویح نمیخوانم. تراویح تسبیح مخصوص ندارد.